بینندگان عزیز درود. برنامه دید مصاحبه است که منظوری شما می‌گردد. امروز مهمان برنامه ما یکی از شهروندان تاجیکستان که در کشور روسیه در شهر نوکوزنسک عمر به سر میبرد و کار و فعالیت دارد و در برابر چنین دوری از وطن وابسته به خاک و آب وطن و از محبت وطن می‌سرد و محمد نحیم عبدالرحیم امروز مهمان برنامه ما هستند و شما رو با بدخشان بار دیگر خیر مقدم میگم، چون شما از خود نوعی اشکوشین هستید و در کشور روسیه عمر به سر میبرید. خب لطفاً بگویید که با چنین دوری از وطن چگونه میشد که شما محبت وطن رو در شعرها و در سرود خود میسرید؟ سلامت باشید. البته سلام به همه مردم تاجیکستان و عید بگیم استقلالیت که خیلی سپری گشت. با همه مردم تاجیکستان و تاجیکستانیان مبارکباد میگیم. البته خواهانم که همه وقت دنیا باشد و همه استقلالیت وجود داشته باشد در تاجیکستان. انا بعد از این ما که در شهر نوکوزنسک ولایت کیمر و فدراسیای روسیه البته کار فعالیت داریم. انا در اونجا ما معرفی فرهنگ تاجیکستان و تاجیکان و تاجیکستان رو به تاجیکستانیان رو البته به چه مردمایی که در فدراسیای روسیه یا که ولایت کیمر و زندگی و کار فعالیت دارند، البته ما با یک گروه تشکیل کرده شده است که این گروه البته از طرف یک شهروند تاجیکستان که مقیم در نوکوزنسک شهر نوکوزنسک ولایت کیمر و زیست دارد، محمد کریم عبدالرحیموف، که در جمعیت تاجیکا با وظیفه رئیس ورزش و فرهنگ و ورزش البته این وظیفه را بر دوش دارند. تا 4 سال شد که این گروه با تشبث این شخص البته تشکیل کرده شد که در این گروه ما 3 نفر مگه فعالیت داریم. البته ما هنرمندان کسبی نیستیم در این گروه، چون خیلی شوق هست و چون که اوزی که از تاجیکستان بیرون هستیم کار فعالیت داریم، خیلی شوق موسیقی بگیم خیلی از ما هست. انا این شخص گروه رو تشکیل کرد. ما باشد با این گروه قطعا تا 4 سال شد که فرهنگ تاجیکان و تاجیکستانیان رو با این مردم معرفی میکنیم. ما در همه اونجا فستیوال کنکورس هایی که میگذرد یا که ایدای شهر میگذرد، ولایت میگذرد، همه چی ما دعوت کرده میشیم. البته در همین مدت 4 سال یک بار ما سزاوار جای اول گشتیم در کنکورس فستیوال هایی که بین ملت و خلقی هایی که در ولایت کیمر و زندگی میکنند، برای که فستیوال کنکورس ها هر سال گذرانده میشن در اونجا. ما یک بار جای سزاوار جای اول گشتیم. یکی از سرودهای شما باز در لب جوی وطن، باز خود را بلبی جوی وطن میبینم. خب البته برای اون شهروندان تاجیکستانی که در بیرون از کشور زندگی میکنند و چنین یک سرود میتواند به وجه بیارد و چنانی که بوی جوی میلیون خواندند و امیر با مردمشون به وطن برگشتند، شاید آنها در دلشون مهر وطن پیدا شد. و لطفاً بگید که سرآغاز این پیدایش این سرود است کجا است؟ البته من بعد چند سال که از فدراسیای روسیه به تاجیکستان به وطنمون برگشتم و به بدخشان اومدم. یکی از شاعران بگیم برجسته بدخشان، یکی از شاعران خیلی جوان برای من خیلی بزرگ است البته اون کس با نام انور اندرابی، که وقتی من با اون کس واخوردم من خیلی گفتم که من از امروز از فدراسیای روسیه به وطن خیلی برگشتیم. برای من یک کمی خیلی سرودی در کار که خیلی آمد به وطن. اون کس این سرود به ما پیشنهاد کردن و آهنگ هم از خود همین انور اندرابی است. خیر ما پیشکش بینندگان میکنیم. البته باز خود را به لب جوی وطن میبینم، رو برو دختر خوشروی وطن میبینم. البته کسی که بگم امروز بیرون از وطن است، بیرون از وطن که کار و فعالیت میکنه، البته همه اونا که همونجا زندگی میکنیم
гого мехрем ё дар ягон чорабиниё боша ягон ҷамомадо мехрем албатта ҳамаи он касон ёди ватан мекунанд. албатта ягон касе нестад ки берун аз ватан бошаду ёди ватан накунад ки гӯяд ки ман тарки Тоҷикистон кардам. Не, ин хеле гап нест. барои ки мо шаҳре ки мо кор фаъолият мекунем албатта ҳамаи шаҳрвандо хеле мақсадо доранд, доим ёди ватан мекунанд. ба ҳамин мақсад мо омадем, хай шоира илтимос кардем, шеър ва оҳанга барои мо пешниҳод кардам. خب لطفاً دو مصرع رو از اون بخونید. باز خود را به لب جوی وطن میبینم، رو برو دختر خوشروی وطن میبینم. با عروسان چمن راز و نیازی دارم، سبزه را دلبر و دلجوی وطن میبینم. لبی جوی وطن میبینم، باز خود را به لبی جوی وطن میبینم. روبرو دختری خوش روی وطن میبینم، روبرو دختری خوش روی وطن میبینم. عروسان چمن راز و نیازی دارم، با عروسان چمن راز و نیازی دارم. سبزه را دل بر و دل جوی وطن میبینم، سبزه را دل بر و دل جوی وطن میبینم. باز خود را به لبی جوی وطن میبینم، باز خود را به لبی جوی وطن میبینم. روبرو دختری خوش روی وطن میبینم، روبرو دختری خوش روی وطن میبینم. چشمه آب شفا بخش نیازی بشر است، چشمه آب شفا بخش نیازی بشر است. هر گیاهی است که داروی وطن میبینم، هر گیاهی است که داروی وطن میبینم. باز خود را به لبی جوی وطن میبینم، باز خود را به لبی جوی وطن میبینم. روبرو دختری خوش روی وطن میبینم، روبرو دختری خوش روی وطن میبینم. روبرو دختری خوش روی وطن میبینم، روبرو دختری خوش روی وطن میبینم. و همچون یکی از ساکنان ناحیه دوردست اشکوشین و بدخشان و اوان تاجیکستان، خب در کشور روسیه در شهر نوکوزنسک و در دیگر جایی که باشیم از وحدت و از استقلالیت، خب در اونجا چگونه یعنی
اندیشه های مردم وابسته به این دو مفهوم اساسی سیاست دولت چگونه است؟ البته کسی که تاجیک است، البته خون تاجیک در بدن اون کسی است. البته بر این دو مفهومی که سیاست دو مفهوم که است، البته همه مردم به این بسیار از دل جان بگیم که خیلی مناسبت میکنند. البته این شکرانه استقلالیت است، چون من البته در وقت شوروی به دنیا آمدم در تاجیکستان. انا باز تاجیکستان امروزه را با تاجیکستان وقت شوروی بدن مقایسه میکنیم. انا میبینیم چقدر پیشروی و چقدر آبادی ها. حتی وقت شوروی باز ما بسیار جوان بودیم، نه که وقتی با مرکزش تاجیکستان شهر دوشنبه راسیپور میشنیم، البته فقط فصل تابستان ما میتونستیم به اونجا رفتن. زمستان هم مکم بود. شخصا من خودم 2 مرتبه مثلا گویم روی آش قرقیزستان بعد لیناباد و وقتا بعد به تاجیکستان میرسیم که چند وقت مثلا میرفت. حاضر باشد راه 4 فصل سال شده. این یک نعمت چی است؟ استقلالیت است که برای مردم چقدر کار آسان کرد. انا وعدت، البته وعدت هم همین خیلی که مردم با یکدیگر وعدت کردن. انا آباد شده اساس دولت، همه چی از یکدیگر فهمی، آبادی از یکدیگر فهمی میشد. بعد از بازگشت البته اونجا همه میگیم جمعیت تاجیکان با نام دوستی تاجیکان و روسکا تاجیکسکا دروژبا اونجا فعالیت دارن. البته شهر نوکوزنسک یکی از جمعیت تاجیکان شهر نوکوزنسک یکی از بهترین جمعیت های در فدراسیون روسیه بودگی فعالیت دارد، برای که قریب 4-5 هزار ممکن تاجیک زندگی میکنن. ولایت کیمیرده در اونجا خیلی نیست که مثلا بگیم ولایت ها جدا باشن یا که رایون ها جدا باشن، هم رایون ها متحد هستند. البته در این برای که ما این گپ حقیقت است، همه غمایی که مثلا میشود خیلی دنیا همه آدم هم خیلی به سر انسان ها میاد، همه تاجیکستان هم جمعیت تاجیکستان که است همه با یاری هم دیگر همه چرا به همون شخص خیلی یاردم میکنند. مثلا انا ما که البته یگان تشکیلی ها میشه همی جمعیت استقلالیت وحدت همه امینو رو البته ما اونجا یک جا میگذرانیم. همه مردم تاجیکستان نو واسطه کدام رایون باشه کدام منطقه باشد همه یک جا متحد هستیم اونجا. خب برای بینندگان چه تمنا داره؟ البته برای بینندگان با همه اونا البته خانه آبادی، البته خانیان هم که مهر محبت در مردم تاجیک باشد، یک دیگر فهمی باشد. اگر مهر محبت باشد و حقیقت ما دلسوز به وطن باشیم، تاجیکستان رو با ای آبادتر زیباتر میگردانیم. انا فقط یک دیگر فهمی، دیگر یگان چیز رو یاردم نمیکنه. یک دیگر فهمی یک دلی برای آبادی برای پیشرفت وطن. تاجیکستان عزیزم خاک تو چون جنت است، در کنارت زندگانی از برایم راحت است. تاجیکستان عزیزم خاک تو چون جنت است، در کنارت زندگانی از برایم دولت است. مردمانت را ببینم شاد و خندان هر سلام،
کنارت زندگانی از برایم راحت است. تاجیکستان عزیزم خاک تو چون جنت است. در کنارت زندگانی از برایم دولت است. قطره آبت برایم بهتر از آب حیات. قطره آبت برایم بهتر از آب حیات. پاره سنگت برایم همچو لعلت قیمت است. پاره سنگت برایم همچو لعلت قیمت است. تاجیکستان عزیزم خاک تو چون جنت است. در کنارت زندگانی از برایم راحت است. تاجیکستان عزیزم خاک تو چون جنت است. در کنارت زندگانی از برایم دولت است. تاجیکستان جشن استقلال تو فرخنده باد. تاجیکستان جشن استقلال تو فرخنده باد. سال در هر خاندان هر دم شعار ملت است. سال در هر خاندان هر دم شعار ملت است. تاجیکستان عزیزم خاک تو چون جنت است. در کنارت زندگانی از برایم راحت است. تاجیکستان عزیزم خاک تو چون جنت است. در کنارت زندگانی